سلام به همه شما نازنینا، امید که همتون خوب و صحتمند باشین. قسمی که نجیب رسید یک چند روز جلسه به تعویق افتاد به خاطر که یک کم صحتم بیش از حد حرام بود. حالا چند در صحتم خوب نیستم. خب از خاطر جلسه گرفتم که درس شما عقب نمونه. خب میایم سر اصل موضوع که موضوع ماست چی؟ نمودار جدید. نمودار قبلی رو خوانده بودیم که چی بود؟ SMI بود یا سیمپل مووینگ اوریج بود که توسط پوزیشن میگرفتین تحلیل میکردین. حالا امروز میخوانین RSI یا Relative Strength Index. سعی کنین اول فیوریتش کنین، باز کلیکش کنین که در روی چارت تان بیاید. حالا ببینین این کس خوبی اینه داره، اگه کسی SMI داشته را باشه در چارت خود یک دقیقه صبر کنید که ببینی چیزها را از روی صفحه دور کنه و ابزارها را باز دوباره براتون تشریح را ادامه میدم. خب ببینین دوستا، ای که کسایی که SMI ندارن توسط در RSI هم SMI می باشه. میتونن که توسط زیاد عالی‌تر و دقیق‌تر به شما کست تحلیل داره بکنه و شما میتونن که توسطی و مفاد خود داشته باشه. خب دوستا، اینجا به چند قسم شما مفاد داره میگیرین یا چه قسم تحلیل میکنین. دوستا سعی کنین به سه بخش تقسیم است. تقسیم خط اول، خط دوم و خط سوم باشه. اوکی، در خط اول هر وقت قیمت در بالای خط بود، شما امی در خود داخل امی که شد شما امی چی میکنین؟ وارد میشین. صبر کنین یک تغییرات باید بنش بیارم. میریم در ستینگش داخل میشیم و پایین میاییم کمی این دیگه رنگا و چیزایش هسته می تغییر میدن. چی میکنین؟ میتونین ما امی نتارسه را میدل بندش همین بخش میبانش یک هسته در 14 میاریم. این یک هسته این قسمت با ما دقیق تر خود امی داخل بخش RSI دقیق نشان میده. خود بازار مکمل نشان میده که بازار کس فعلا از همون نصف فکشن میتونه شما ببینید دقیق چه قسم روان است. خب هر وقت چی؟ هر وقت قیمت از خود امی چارخانه که بالا است او از مووینگ اوریج هم سعی که بالاست، هر وقت قیمت اینجا بود و از اینجا کسا پایین آمد، از اینجا پایین آمد، همین شما چی میکنین؟ وارد معامله میشین. درست است؟ و هر وقت که از امی خود چاکات RSI از این بخش لورش یعنی پایینیش که از اینجا پایین آمده بود و پس بالا میرفت، یعنی چی میگیریم؟ پوزیشن لانگ میگیریم. افرادی هستن که صرف همین دو بخش آموزش دیدن و صرف از همین دو بخش اینا چی میکنن؟ کار میگیرن، بخش بالا و بخش پایینش. یک چیز مهم، موضوع مهمه که بخوایم من براتون بگویم اویی است که شما از وسط RSI هم باید بفهمید که در وسط شما چه قسم باید پوزیشن بگیرید و چه قسم شما تحلیل کنید. تحلیل مهم. هر وقت که قیمت از بالا پایین آمد، از داخل چاکات داخل شد، خب میفهمید پوزیشن شورت میگیرید و از پایین هم که بالا رفت پوزیشن لانگ میگیرید. از چاکات پایین، از اپر که پایین آمد پوزیشن شورت، از لور که بالا رفت پوزیشن لانگ. حالا چیز مهم دیگه است که در بین امی است که شما باید از بین یا مفاد خدا بگیرید. و چی است؟ هرگاه قیمت در خود سعی کنید خانه دومی 3 دانه خط است، از این خط دومی همینجا که از این شکست پایین آمد دوباره باز شما میتونید که شارت بگیرید. و هر وقتی هم که از این خط دوباره بالا رفت میتونید که باز پوزیشن لانگ بگیرید. یعنی شما در کل چند وضعی میتونید که شما استفاده خود داشته باشین. یک، از بالای خود امی چاکات RSI که داخل RSI میشه امی پوزیشن شورت میگیرید، از پایین که بالا میره لانگ میگیرید، در این وسطش که خط از پایین آمد شورت بالا رفت لانگ.